با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برای آنها که برنامه کتابخوان رو پیگیری میکنید در صحیفه های شبکه اجتماعی، یک خبری خوب، یک خبری خوش داریم که ما صحیفه کودکانی کتابخوان رو فعال کردیم و امیدوار هستیم که پدر و مادران عزیز، آنها دوستان برادرانی که در صحیفه کتابخوان ما رو پیگیری میکنند به این صحیفه هم میپیوندند، چون در این صحیفه ما تصمیم داریم برای کودکان و نورسان توصیه ها، پیشنهاد ها، برنامه ها و رولیک های جالب رو در بخش های گوناگون آماده و پخش کنیم. زیرا بسیار از پدر و مادران با ما بسیار سوال میدن، وقت اخیر تماس میگیرن که کودک من از چی شروع کند یا کدام کتاب رو شما برای فرزندان ما توصیه میدهید. ما تصمیم گرفتیم که یک صحیفه الهیده، یک بخش الهیده در کتابخوان داشته باشیم که اونجا فقط برای کودکان و نورسان برنامه ها آماده کنیم. و الکی کار رو شروع کردیم. این صحیفه در فیسبوک و یوتیوب فعال است و همزمان در تیک تاک، اینستاگرام و تلگرام هم این صحیفه فعال می شود. آنجا پیشنهادها، توصیه‌ها، رولیک‌های تربیوی، برنامه‌ها و صحبت و گزارش‌ها که مخصوص کودکان و نورسان است آماده و پخش می‌شود. از این خاطر از استادان، دانشمندان دعوت می‌کنیم که همکاری بکنند و این بخش را بیشتر از بخش‌های دیگر فعال بکنیم، چون جامعه ما به این چیز به شدت نیاز دارد و امروز می‌بینیم که کودکان و نورسان ما واقعا در بخش تربیت، در بخش اخلاق، در بخش خواندن، در بخش از خود کردن علم کمتر هوسمندند و ما امید داریم که این صحیفه یک جریقه، یک شمع، یک همون کار خرد که باشد که بتواند در قلب چند نفر کودک، در قلب چند نفر نورس خواندن رو، مطالعه رو، مهر محبت کتاب رو و مهر محبت به علم و دانش رو بیدار کند. خب کار رو مثل کتاب زمینه خالی شروع کردیم، یعنی با دستان خالی شروع کردیم و امیدوار هستم که دیگر برادران، دیگر افراد و دوستان ما در این زمینه بی‌طرف نمیمونند و ما رو در این کار دستگیری میکنند و این کار واقعا یک کاری خوب میشود به اندیشه ما. و بیایید برای کودکان و نورسان خود در فضای اجتماعی، در شبکه اجتماعی که مثل ملت های دیگر، مثل کشورهای دیگر که خیلی از این گونه شبکه ها، از این گونه صحیفه ها، از این گونه برنامه ها چقدر زیاد دارند، ما هم بتوانیم یک کاری خردک برای جامعه خود انجام داده باشیم. امیدوار هستم که صحیفه کودکان کتابخوان آن را پیگیری میکنید و اندیشه، توصیه، پیشنهادهای خود را به ما می نویسید. امیدوار هستم که استادان، دانشمندان، روانشناسان و آنهایی که در این بخش مطالعه زیاد دارند، مطالعه فراوان دارند یا تجربه زیاد دارند، اون تجربه خود را با ما در اشتراک میگذارند و با پیشنهادهایشان، با توصیه‌هاشان این صحیفه، یعنی صحیفه کودکان کتابخوان را باز هم جالبتر میکنند. زیرا کودکان و نورسان امروز با تلفن دسترسی بیشتر دارن، با اینترنت دسترسی بیشتر دارن و ما میبینیم که برنامه‌های گوناگون رو از شبکه‌های گوناگون، از صحیفه‌های گوناگونی که ملت‌های دیگر، کشورهای دیگر برای آنها تهیه و پیشنهاد میکنند، یعنی میگیرن و تماشا میکنن و اندیشه و افکار و رفتارشان به آن شکل میگیرد. خوب میشود که با یک کاری دست جمعی با آنهایی که در این کار میخوان ما رو کمک کنند، از هر طریق، چی کمک مالی است، چی کمک مادی و معنوی است، ما بتوانیم یک بهترین صحیفه رو برای کودکان و نورسان در کشور داشته باشیم تا هر پدر و مادری که به این صحیفه ها وارد می شود، هم در بخش کتاب، مطالعه، رولیک های تربیوی، شعر و داستان و قصه و افسانه ها یا علم های مختلفی که به همین کودک و نورسان روانه شده است، آنجا آسان و زود دسترسی پیدا کند. و ما می‌بینیم که در شبکه‌های مختلف کشورهای دنیا این چیز بسیار زیاد است، بسیار پهن می شود، بسیار مؤثر است و بسیار اون صحیفه ها پیگیری می شوند. از این خاطر بیایید به خاطر آینده نیک، به خاطر یک فردای درخشان، به خاطر یک زندگی شایسته، یک زمینه های خوبی را برای کودکان و نورسان خود در حال حاضر به انجام برسانیم، یعنی زمینه گذاری کنیم تا کودکان و نورسان ما بتوانند با زبان مادری خود، یعنی فارسی و تاجیک، دسترسی به بیشتری معلومات داشته باشند تا در هویت آنها، در اندیشه آنها، در زبان آنها، در افکار آنها و در رفتار آنها چیزهای خوب و مثبت شکل بگیرد. این صحیفه، یعنی کودکان کتابخوان، بپیوندید و ما رو پیگیری کنید و این چنین پیشنهاد و اندیشه و انمون تجربه خود رو در بخش تعلیم و تربیت کودکان، استادان، دانشمندان و آنهایی که در این صاحب بیشتر فعالیت کردند با ما تقسیم بکنند و در این شبکه ها فعال باشیم. خدا کند که صحیفه کودکان کتابخوان
یک جریقه، یک شمع، مثل یک گل امید و آرزوها در فضای مجازی کشور که بسیار یک فضای نگران کننده است، بسیار یک فضای بی‌بندوباری است. یک شمع، یک روشنایی، یک گلی مثل یک گل بهاره باشد که امید را به قلب طفلکان ما، کودکان ما، نورسان ما بیارد و آنها را به سمت کتاب و مطالعه و دانش ببرد. امیدوار هستم در این بخش با ما همکاری خواهید کرد. خدایا رو یاورتان.